نوروز یک نماد است، نماد رویش سبز زندگی، نماد چیره شدن بهار بر زمستان و پیروزی مهر بر بی‌مهری و فرصتی است مغتنم برای شناخت فصلی از فرهنگ و اشراق شرق. رادیو کتاب اولین برنامه خود و فرهنگ خود را بشناسیم را در نوروز 1402 تقدیم می‌کند. سلام دوستای عزیز، من علی محقق هستم و شما را به تماشای برنامه خود و فرهنگ خود را بشناسیم دعوت میکنم. بعد از حدوث تحولات اخیر، هنرمندان، دانشمندان، اهل قلم، خوشی‌ها و خوشی آفرینای ما و شما مجبور به ترک وطن شدند و مشکلات هم متاسفانه بیشتر شد. از آنجایی که به هر حال شکر نعمتت افزون کند، ما هم شکرگزار نعمت نوروز هستیم و تلاش میکنیم تا در آغازین ساعات سال 1402 خوشی‌های زیادی را به خانه‌های شما بیاریم و تهداب غم و جنگ برای همیشه نابود کنیم. با کمال افتخار عرض میکنم که در این برنامه در خدمت جوانانی هستیم که هر کدام در خلق مفاهیم هنری و بیان هنرمندانه و دقیق و تلفظ صحیح توانایی ادای حق مطلب را دارند. دوستانی که در خدمتشان هستیم هر کدام خانم شفیقه محسنی، طاها محقق، مائده علوی، جاهده امینی و خانم حسنیه محقق هستند. من پاییز را جارو میکنم، زمستان را پارو میکنم، تابستان را میشویم تا همیشه بهار باشد. من رفتگرم، آفتاب و آب و باد همکاران من هستند، اما کاش می توانستم دلهای مردم را هم آب و جارو کنم. در این بخش برنامه از خانم مائده علوی میشنویم که چطور باید خانه تکانی کرد. البته نه تنها فقط از خانه های ما بلکه از خانه های دلمان هم. خانم علوی لیسانسه فلسفه هستند و علاوه بر داستان نویسی فعلا مصروف دانش اندوزی در رشته رسانه و معلومات هستند. خانم علوی در خدمت شما است. بسیار تشکر از معرفی شما و تشکر بسیار زیاد از فرصتی که در اختیار من قرار دادید امشب. با عرض سلام خدمت تمام عزیزانی که در جمع ما هستند و این برنامه را چه حالا و چه بعداً خواهند شنید. بله، ما در اوایل ساعت‌هایی هستیم که به بهار نزدیک میشه و اواخر ثانیه‌هایی که قرار است زمستان را پشت سر بگذاریم و به بهار نو سلام بگوییم. 365 روز زمین به دور خورشید چرخید تا دوباره برگشت سر مدار و سر نقطه اصلی خود. فصل‌هایی را دوباره قرار است از نو آغاز بکنیم که این فصل‌ها همون قسم که میتونه نمایانگر عمر یک انسان باشه که از کودکی بهار و میرسه به شکوفایی و تابستان و بعد خزان و میانسالی و بعد زمستان و پیری، میتونیم حتی از لحاظ درون هم ایره مد نظر بگیریم که تک تک اتفاقها در روح ما هم خواهد افتاد، نه تنها در طی زمان عمر ما بلکه در حتی 1 سال، شاید کمتر از 1 سال هم ما بتانیم تک تک اتفاقات با بالا و پایین شدن نوسانات احساسی تجربه بکنیم. امیدوار هستم که اگر که در زمستان عواطف خود قرار دارین، با این شروع بتانین در بهار دوباره برگردین و بتانین دوباره ای را در ذهن خود متجلی بکنیم که ما امیدی داریم، بهاری در پیش هست که امیدوار هستم کل ما بتانیم از این فرصت استفاده ببریم.
داستانی رو میخوام خدمتتون بگم. در افسانه های کهن ما داستانی هست که از ایزدبانوی سومری روایت میکند که ملکه سرزمین زندگانی است، اما مدت هاست که این سرزمین در حال نابودی است. ملکه برای این که باید بتانه این دوباره زنده بکنه باید به سرزمین زیرین یعنی سرزمین مردگان رجوع بکنه و به اون سرزمین تاریکی بره. ملکه‌ای که در اون سرزمین زیرین هست خواهر ملکه ما هست، یعنی یک نیمه دوم برای خواهر دوقلویی که از ملکه زندگانی در سرزمین مردگان قرار داره. برای ملاقات کردن این ملکه باید از دروازه های متعددی رد شود و برای گذر از هر دروازه‌ای باید بخچه‌ای از چیزهایی که او را در بندش مانند یک حصاری جلوی او را گرفته و نمیتونه رد شود بتونه او را جا بانه. در هر در باید مقداری از منیت خود را کنار بذاره، مقداری از متعلقاتی که او را وابسته کرده به چیزی را جا بگذاره تا بتونه از او دروازه رد شود و برسه به او جایی که میخواد. وقتی که ایزدبانو میرسه به دروازه آخر و که باید او دروازه را رد بکنه و برسه در ملکه مردگان، دیگه چیزی برای از دست دادن نداشته، دیگه چیزی در وجودش باقی نمانده. درها باز میشه و او میرسه در کنار اون ملکه. او چیزی نبوده جز سایه خودش، چیزی نبوده جز نیمه دیگری از خودش که با او روبرو میشه. اما پس از گذر از تک تک متعلقات منیات، وقتی که در نیمه دیگه خود میرسه برای که بتونه او ریشه های خشکیده رو دوباره زنده بکنه باید یک رقصی انجام بده که این رقص باعث شکفته شدن دوباره درختان و گیاهان و زمین و زندگانی میشه. در واقع بعد از این اتفاق هست که ایزدبانو میتونه دوباره برگرده و سرزمین زندگان و دوباره بتانه از این آنیمای انسانی عبور بکنه و برسه در آن چیزی که باید برسه. مولانا میفرمایند بیرون ز تو نیست هر آنچه در عالم هست، از خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی. در واقع تمام راه حل هایی که ما رو میتونه از تاریکی ها، از بحران ها، از اتفاقاتی که برای ما مثل یک سدی واقع شدن که ما رو نمیمانن از او عبور بکنیم تا برسیم به روشنایی، تا برسیم به شکوفایی، به پیشرفت. او تاریکی های درونی خود ما هست، چه در فلسفه و چه در نگاه امروز متفکران امروزی و چه در نگاه متفکران دیروزی. البته کسانی که بیشتر در حوزه عرفان و در حوزه نگاه عرفانی، مانند کسایی که مثل یونگ یا بسیار دیگر از فیلسوفان غربی اگر نگاه بکنیم، دقیقاً به همین منظر اشاره کردن که ما برای گذر از چیزهایی که خود ما را ثابت نگاه میکنن، نه اینکه حتی دیگران را از ما ناراحت بسازه. ما خیلی وقتا میگیم که برای ما مهم نیست دیگران چه فکر میکنن، اما این باری که روح ما متحمل میشه از نفرت، از کینه، از چیزهایی که ما را جا میگذاره از اون مسیری که باید طی بکنیم به سمت انسانیت، همین متعلقات و روحیات ما هست که در بند تاریکی ها میشه. امیدوار هستم که با شروع فصل تازه، سال نو، با شروع یک
اتفاقهایی که بالاخره چیزهایی که از لحاظ روحی از کودکی های ما نسل در نسل در وجود ما تعبیه شده و این دل ما را اسم سال نو میکنه. امیدوار هستم که از این فرصت بتونیم استفاده بکنیم برای از اینکه بتونیم روح و جان خود را هم جلا ببخشیم. با فرارسیدن بهار طبیعت و بهار تقوا که ماه مبارک رمضان را هم در پیش داریم، فرصت مناسبی است برای این که بتانیم کینه ها را بتکانیم از دلهای ما و بتانیم که فرصتی را ایجاد بکنیم برای که بیشتر به خود و به خویشتن خویش نزدیک شویم، برای که هم خود بهتر بشناسیم و هم بتانیم در تقوای الهی بعد از گذر از 30 روز ماه مبارک رمضان با عید فطر یک بار دیگه هم جشن بگیریم، اما این بار جشنهایی که سینه های ما را از کینه ها تهی بکنه و سرشار از نور رحمت الهی بگردانه. از فرصتی که در اختیار من قرار داده شد تشکر میکنم و از زحمات مامای بزرگوارم جناب آقای محسنی عزیز که بسیار زیاد وقت و سرمایه با ارزشی که همین وقت هست و در اختیار ما جوانان قرار دادن و اهمیت این مجالس واقعا بازشناسایی کردن و از او استفاده میکنن برای رشد همه عزیزانی که در این مجلس حضور دارن. تشکر میکنم دوباره و شما را به خدا میسپارم. بهار نو و سال نو مبارک. سپاسگزاریم از خانم علوی به خاطر ارائه این مطلب آموزنده، عینی و انگیزشی. به تحقیق یکی از چیزهایی که نسل بشر همواره به دنبال دستیابی به او بوده و هست خوشحالی و خوشی است و این مهم واقعا دستیافتنی نیست مگر اینکه خوشی و نیکی را از خود و از درون خود شروع کنیم و کینه ها و بدی ها را از خود دور کنیم، همونطوری که در آغاز هر سال این مهمه از آفریدگارمان میخواهیم و میگوییم ای خدای دگرگون کننده دلها و دیده ها، ای تدبیر کننده روز و شب، ای دگرگون کننده حالی به حالی دیگر، حال ما را به بهترین حال دگرگون کن. الهی آمین. در این قسمت برنامه خواهش میکنم از خانم شفیقه محسنی از خبرنگاران و فعالان حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان که مطلبی را که برای ما و شما آماده کردن خدمتتان ارائه کنم. خانم محسنی در خدمت شما هستم. با شروع بهار همه چیز رنگ و بوی تازه به خود میگیره. در حولی خانه ما هم گلها شکوفه کرده است. بوی بهار در لابلای برگها میپیچد. بهار نوید خوشبختی و سرزندگی را با خود میآورد. هر سال در نخستین روز بهار مردم لباس نو میپوشند تا این حس شادابی و نو شدن را با آمدن بهار در خود تجربه کنند. اما 2 سال می شود که در چهره شهر من شادابی و سرزندگی دیده نمی شود. شهری که با لباسهای رنگین و زیبای زنان تزیین می شد رنگ دیگری به خود گرفته. زنان باید مطابق خواسته حاکمانی که با طبیعت و انسانیت سر جنگ دارند خود را عیار کنند. پوشش‌های اجباری با رنگ‌های تیره چهره شهر را دلگیر کرده است. زنان و مردانی که می شود درد و اندوه و نگرانی را در چهرهشان دید، نگرانی که زائده افکار متحجر طالبانی است. 2 سال و یا بهتر بگویم 2 بهار است که حق تحصیل، تفریح، کار و زندگی را از زنان گرفتند و زنان می ترسند از آینده مبهمی که نمی دانند حاکمان چه تصمیمی برای سرنوشت آنها می گیرند. 2 بهار می شود انسانیت و مدنیت از افغانستان رخت بربسته جوانان
به مهاجرت‌های ناخواسته روی آورده و زنان در خانه‌هایشان محصور شدند. خبری از جنب بالای سخی نیست. میله گل سرخ مزار بدون حضور زنان شور و نشاطی ندارد. این است بهار شهر من. با وجود همه دردها و سختی‌هایی که زنان و تمام مردم افغانستان در دو بهار گذشته تجربه کردن، اما بهار یک سنت دیرینه و نو شدن گلها و انسانها است. من این بهار زیبا و را تبریک گفته به امید اینکه در افغانستان آرامشی به معنی واقعی را تجربه کنیم. بهار نو بر همگان تبریک باشد. با تشکر بسیار زیاد از خانم محسنی بابت مطلب زیبایشان که به خوبی و درستی ما را بردن به یک سفر کوتاه در گذشته رنگی کابل و افغانستان و زمان حالی که امیدواریم هرچه زودتر به احسن تغییر کنند. در این قسمت برنامه از خانم حسنیه محقق خواهش میکنم که شعری که برای ما و شما آماده کردن ارائه کنن. در ضمن خانم محقق شاعر، خبرنگار و ماستر روانشناسی هستند. خانم محقق در خدمت شما است. ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد در مدد خاکی چراغ دل برافروزی. چو گل گر خرده ای داری خدا را صرف عشرت کن، که قارون را ضررها داد سودای زراندوزی. ز جام گل دگر بلبل چنان مست می لعل است، که زد بر چرخ فیروزه صفیر تخت فیروزی. به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی، به گلزار آی که از بلبل غزل گفتن بیاموزی. چو امکان خلود ای دل در این فیروزه ایوان نیست، مجال عیش فرصت دان به فیروزی و بهروزی. طریق کام بخشی چیست ترک کام خود کردن، کلاه سروری آن است که از این ترک بردوزی. سخن در پرده می گویم چو گل از غنچه بیرون آی، که بیش از 5 روزی نیست حکم میر نوروزی. تشکر. با تشکر بسیار زیاد از خانم حسنیه محقق بابت دکلمه زیبا و با احساس شعر نوروزی و زیبای خواجه حافظ شیرازی. براستی که ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی. هر بار بهار آید امیدی است به فردا. با الهام از شعر نام‌آوازه مرحوم خلیل الله خلیلی گویید به نوروز که امسال نیاید و با آرزوی سال نو پرخیر و برکت و توأم با صلح و آرامش برای تمام مردم دنیا، به ویژه مردم رنج دیده سرزمینم. علی امینی 26 هوت 1389. گویید به نوروز که امسال بیاید، گویید به نوروز که امسال بیاید، با لاله و گل دل ز دل ما برو باید. گویید به نوروز که در دامن کابل بر گور شهیدان وطن لاله فزاید. گویید به نوروز که امسال بیاید، با دست پر از لاله به کهسار سمنگان، با مجمر از عشق به آتشکده بلخ، از قونیه با شعر دری تا ته یمگان. گویید به نوروز که ما چشم براهیم، گویید به نوروز که ما چشم براهیم، از دوست بیا سوی هری ما سر راهیم. از وادی فرغانه و بادکوبه و تاشکند تا دهلی و لاهور تو را دیده براهیم. گویید به نوروز که امسال بیاید، دروازه شادی بر رخ ما بگشاید. ما خسته ایم از جنگ و تباهی و خشونت،
شاید علم صلح به نوروز برآید. ما خسته ایم از جنگ و تباهی و خشونت، شاید علم صلح به نوروز برآید. گویید به نوروز که پرمایه تر آید، خیر آورد و خانه ز کین پاک بروبد. ما را به هواخواهی هم شاد بدارد، ما را به هواخواهی هم شاد بدارد، بنیاد غم و وحشت و تزویر بکوبد. گویید به نوروز که با شاخه زیتون، باری به سر کوچه ما نیز گذر کن، بر بامک بم خورده ما نیز گله نه، بر کودک ترسیده ز بم نیز نظر کن. گویید به نوروز که در شهر بیاید، با نور که پایان ده شبهای سیاه است، بر سنگ دلان با 200 اصرار بخواند، هر کس که به کشتار کمر بست تباه است. گویید به نوروز که ما محرم عشقیم، آزاده و سرزنده و دلداده مولا. گویید به نوروز که ما محرم عشقیم، آزاده و سرزنده و دلداده مولا. گرچند که افتاده و خاریم ولیکن، هر بار بهار آید امیدیست به فردا. هر بار بهار آید امیدیست به فردا. باز هم در این قسمت برنامه یک شعر خدمت شما داریم، منتها با این تفاوت که این بار خود شاعر شعر براتون دکلمه میکنه. در این قسمت برنامه میشنویم از آقای زید بلیغ، فعال مدنی، مترجم و ماستر روابط بین الملل. آقای بلیغ در خدمت شما است. ابر تیره پرده از رخسار آفتاب برچیده بود، زمین گویا حریر بر تن کرده بود. مردم شهر شاد و خندان در میان برف آدمک می ساختند. صحنه زیبایی بود، آدمک آنجا ایستاده بود، پوزخند میزد. پیرمردی آمد و بر سر او یک کلاهی هم نهاد. واندگر شالی بیاویخت در گردنش. کودکی آمد رخت بر تن نماید آدمک را، تا مبادا سرد باشد آدمک را. زان سوی ها یک گدایی باز می آمد، لباس اوی تاب آن سرما نداشت. من در این بین اندیشه می کردم، خدایا این یکی آدمک برفیز، هرگز سردش نیست او را. وان یکی از جنس ماست، سردش نیز هست او را. چرا از این میان هیچ کس رختی نپوشانید او را؟ آقای بلیغ، تشکر از شما بابت دکلمه بسیار زیبا. پیروز و سربلند باشید. در این قسمت دعوت میکنم از سید طاها محقق از جوانان فعال خبرنگار و لیسانسه علوم سیاسی برای دکلمه یک شعر نوروزی دیگه. آقای محقق در خدمت شما. نوروز بمانید که ایام شمایید، آغاز شمایید و سرانجام شمایید. آن صبح نخستین بهاری که ز شادی می آورد از چلچله پیغام شمایید. خورشید گر از بام فلک عشق فشاند، خورشید شما، عشق شما، بام شمایید. نوروز کهنسال کجا غیر شما بود، اسطوره جمشید و جم و جام شمایید. عشق از نفس گرم شما تازه کند جان، افسانه بهرام و گلندام شمایید. هم آیینه مهر و هم آتشکده عشق، هم صاعقه خشم به هنگام
شمایید. امروز اگر می چمد ابلیس غمی نیست، در فن کمین حوصله دام شمایید. گیرم که سحر رفته و شب دور و دراز است، در کوچه خاموش زمان گام شمایید. ایام ز دیدار شمایند مبارک، نوروز بمانید که ایام شمایید. تشکر. با تشکر بسیار زیاد باز هم از سید طاهای محقق بابت دکلمه بسیار زیبا و با احساس. در این قسمت از جوان عزیز دیگه ما آقای حسین محسنی تقاضا میکنیم که شعر که مد نظرشان است دکلمه کنند و ما و شما را به فیض برسانند. قابل ذکر که آقای محسنی لیسانسه و متخصص علوم کامپیوتر هستند، اما لطف میکنند و ما را از تواناییشان در ادبیات هم مستفید میسازند. آقای محسنی در خدمت شما است. سر هر سال گردد جنده بالا، بود روز نو و نوروز دنیا. تمام عرض خود را با تولا، مرا آنجا همین باشد تمنا. خدا خواهد رسم در روضه شاه، شوم ایستاده در پیش نظرگاه. تماشا کن که تحت و فوق دیگر، لباس نو ببخشم از سر لطف. قبای کهنه من تار تار است، نظر کن ای شهنشاه ولایت، که رنگ اشقریت زرد و زار است. با تشکر از آقای محسنی بابت دکلمه شعر زیبای جناب اشقری. بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دل افروز خوش است. از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست، خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است. مخاطبین عزیز رادیو کتاب، این برنامه هم مثل برنامه‌های دیگر و مثل هر کار زندگی به انجام رسید و واقعا ما پشت شما دد میشیم، اما باید بگوییم که ما صادقانه تلاش میکنیم تا لحظات شاد به خانه‌های شما عزیزان بیاریم و نوروز باستانی را همراه با سایر نوروزیان در سراسر گیتی همراه راستان تجلیل کنیم. تشکر که تا این لحظه با رادیو کتاب بودین. رادیو کتاب متعهد به بی‌طرفی رسانه‌ای، ارائه مطالب درست و دقیق و رعایت تلفظ دقیق کلمات است. با وجود کوشش در ادای این تعهد، صادقانه اذعان می‌داریم که برنامه‌های ما بی‌عیب و نقص نیستند. ممنون میشیم اگر با ارائه نقد، نظر، پسند و سابسکرایب ما را در انجام مسئولیت رسانه‌ایمان یاری کنید. تشکر.